آقای نیکلسون نزدیک 20 سال در رابطه با حضرت مولانا تحقیق کردند و تفسیر زیبایی بر مثنوی معنوی دارند. از جمله این که چرا مثنوی معنوی بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. عرفا بر این باور بودند که بسم الله الرحمن الرحیم سکه‌ای نیست که در هر جا خرج بشه، ولی خود نیکلسون تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که با توجه به که حتی تو سوره توبه هم داریم که بدون بسم الله شروع شده و اولین کلمه سوره توبه با براءت شروع شده و منظور این که اون به براءت بسم الله الرحمن الرحیم است و نظر بر این است که به بشنو هم منظور از به بشنو همون بسم الله الرحمن الرحیم است و از طرفی کل مثنوی معنوی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی قلب قرآن. و خود نیکلسون اشاره داره که حدیقة الحقیقه سنایی نیز با نعت رسول اکرم و بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. این است عظمت بسم الله الرحمن الرحیم.